سلام خدمتتون. من دوباره برگشتم، علیم. همونطور که میدونین توی این ویدیو میخوام توضیح بدم در مورد اون پلنی که برای خودم چیدم برای اینکه میخوام بریم سراغ صفحه آیپد. میخوام بهتون نرم افزار رو باز کنم و قشنگ بهتون کامل توضیح بدم که چه کارایی انجام دادم. نرم افزار ایکس ماین یا نرم افزار نقشه ذهنی یا همون مایند مپ هستش که من از اون استفاده کردم برای ریختن نقشه ذهنی خودم برای مهاجرت و میخواستم براتون توضیح بدم که نقشه ذهنی من چی هست. اگه در مورد نقشه ذهنی چیزی نمیدونی، یه نقشه ذهنی رو میتونید سرچ کنین، راجبش بخونین یا همون مایند مپ رو. ولی من اگه بخوام یه توضیح کلی راجبش بدم این هستش که نقشه ذهنی در واقع میاین یه پلنی واسه خودتون میریزین، یه برنامه‌ای واسه خودتون میریزین که آقا مثلا من میخوام مهاجرت کنم. واسه اینکه مهاجرت کنم یه باکسی رو وسط صفحه مثل همینی که الان اینجا میبینین immigration process اینجا میکشین، مینویسین immigration process، روند مهاجرت من. بعد میاین شاخه ازش جدا میکنیم، میگین آقا چه چیزایی واسش نیازه. مثلا من اینجا شاخه هایی که ازش جدا کردم شاخه های داکیومنت یا همون مدارکی که نیاز دارم هستش. شاخه ویر یعنی کجایی اونجایی که میخوام مهاجرت کنم هستش. و obstacles یا همون در واقع بهتر اینطوری بگم که موانعی که جلوی راهم هست واسه این روند چی هستش. من اینا رو اومدم اینجا گنجوندم. توی قسمت داکیومنتس من مواردی که فکر میکردم برام نیازه که واسه مهاجرت استفاده کنم رو گنجوندم. مثلا دیپلم دوران دبیرستانم رو نوشتم، بعد مدرک کارشناسیم رو نوشتم، مدرک ارشدم رو نوشتم، پاسپورتم، رزومه، سی وی و همچنین ویزایی که قراره بگیرم و چجوری قراره اپلای بکنم به کدوم دانشگاه، تافل رو چجوری قراره بگیرم، اس او پی رو چجوری قرار بنویسم. اینا رو نوشتم و جلوشون سوال واسه خودم نوشتم. مثلا اینجا این سوال رو واسه خودم نوشتم که برای اینکه دیپلم دبیرستانم رو بگیرم اینو از کجا باید بگیرم، هزینه که برام خواهد داشت چقدر خواهد بود و translation language، زبانی که قراره اون رو بهش ترجمه کنم چی هستش. یعنی مثلا من الان دیپلمم رو گرفتم، واسه اینکه مهاجرت کنم طبیعتا این نیاز داره که به ترجمه رسمی انجام بشه روش. حالا این نیازه که نمیدونم اگه قرار به کشور آمریکا مهاجرت کنم این باید به زبان انگلیسی ترجمه بشه، اگه میخوام به آلمان مهاجرت کنم به زبان آلمانی باید ترجمه بشه. همه اینا رو تو این پروسه اینجا سوال ها جواب داده میشه. واسه مدرک کارشناسی هم همین سوال هاست، واسه مدرک ارشد هم همین سوال ها هستش. بعد واسه پاسپورت یه گزینه اضافه داره، اینکه ددلاینش تا کیه، یعنی من تا کی باید پاسپورتم رو حتما گرفته باشم. خب سی وی که من میخوام چه چیزایی باید توش وجود داشته باشه، طراحی ها، انیمیشن هایی که قرار کار کنم و طراحی های گرافیکی که قرار کار کنم. کار کردم، کار میکنم و کار خواهم کرد. اینا باید توی سی وی من گنجونده بشه و اینا رو اینجا نوشتم که خودم تو ذهنم داشته باشم که اوکی من چه مواردی توی سی وی قرار باشه اینا هستش. ویزا رو از کجا قرار بگیرم، مبلغش چقدر، ددلاینش کیه. اینا هر کدوم سوالاتی هستن که نسبت به کشور مقصد متفاوتن، ولی خب من اینجا همه رو گنجوندم که اگه نیاز باشه نسبت به اون هدفی که دارم اینو جواب بتونم بدم. و همچنین در مورد اپلای، در مورد تافل و اس او پی. برای تافل به چه مهارت‌هایی نیازه؟ مهارت‌های لیسنینگ، اسپیکینگ، ریدینگ و رایتینگ که اینا خودشون به زیر مجموعه گرامر و وکابولری و تکنیک‌های تافل تقسیم میشن. تافل دقیقا مثل کنکور میمونه. حالا شاید شما قرار آیلتس بدین، شاید نمیدونم قرار دولینگو رو امتحانش رو بدین که مدرکش رو داشته باشین، شاید حتی بدون مدرک میخواین اقدام کنین. اینا هیچ تفاوتی نداره. ولی اگه میخواین در واقع مدرک زبان داشته باشیم واسه اقدام کردن، حتما این پروسه‌ای که من اینجا نوشتم لازمه. شما باید مهارت‌های لیسنینگ، اسپیکینگ، ریدینگ و رایتینگتون رو قوی کنید تو هر زبانی که میخواد باشه. بعد گرامر و وکابولری که زیر مجموعه اونا هستش و طبیعتا تکنیک های مربوط به اون امتحان خاصی که قراره، آزمون خاصی که قراره بدیم. ددلاینش تا که ددلاینی که من واسه خودم تعیین کردم نهایتا تا 2 ماه دیگه است. من تا 2 ماه دیگه باید امتحان تافلم رو داده باشم. یه ویدیوی کاملا مجزا در مورد اینکه چجوری دارم خودم رو برای تافل آماده میکنم قراره
داشته باشیم که در آینده آپلودش میکنم. SOP هم همون انگیزه نامه ای هستش که چرا میخوای به کشور هدفت مهاجرت کنی. مثلا بخوای واسه آمریکا مهاجرت کنی باید SOP بنویسی و بهشون توجیه کنی که آقا من دارم میام اینجا که تحصیل کنم، به این دلایل میخوام تحصیل کنم و قرار تهش برگردم به ایران. شما باید توجیهشون کنین که قراره برگردیم به ایران، چون اگه قرار نباشه برگردیم به ایران نه تنها پذیرش نمیگیرین بلکه اصلا ویزا هم نمیتونین بگیرین. افسر کنسولگری باید مطمئن بشه که شما قراره برگردیم به ایران به این دلایل، مثلا خانواده‌ام ایرانه، نمیدونم کار دارم اینجا، همسرم ایران هستش، نمیدونم خونه زندگی دارم تو ایران، بیزنس دارم تو ایران، به این دلایل میخوام برگردم به ایران. چون هدف مهاجرتی ما تحصیلی هستش. توی مهاجرت تحصیلی این موارد باید رعایت بشه، یعنی شما باید توجیه کنید که میخوایم برگردیم به ایران. کشورهایی که من واسه خودم اینجا اولویت بندی کردم به ترتیب اولویت: اول آمریکا هستش، دوم ندرلند یا همون هلند، آستریا، اتریش و استرالیا کشور نهایی هدف بندی شده من هستش. خب اینجا من نمیخوام دقیقا دونه دونه همه اینا رو توضیح بدم که چی هستش، ولی من اومدم از چت جی پی تی کمک گرفتم واسه این کار و اومدم ویژگی های مثبت و منفی کشور هدفم رو در آوردم و نوشتم که اوکی مثلا کشور آمریکا پروز اند کانز، ویژگی های مثبت و منفی که داره چیه. ویژگی های مثبتش پروز در واقع lot of opportunities، تعداد موقعیت شغلی که دارین خیلی بالاست. vibrant culture، فرهنگ خیلی متفاوتی داره، فرهنگ خیلی غنی داره، یعنی از کشورهای مختلف وارد کشور خاک آمریکا شدن و در واقع توریست پسندتر هستش نسبت مثلا کشور آلمان. کشور آلمان یکم خشک برخورد میکنه، یکم نژاد پرست‌تر هستن. و این اطلاعاتی که من دارم میدم اینم یه توضیح کوتاهی بدم که این اطلاعات رو من از مصاحبه ها و اون گفتمان هایی که با شرکت های مهاجرتی داشتم دارم این اطلاعات رو در آوردم و دارم خدمتتون ارائه میدم. این اطلاعات از خود من نیست، در واقع تمام تحقیقاتی هستش که من توی 2 سال اخیر داشتم روشون کار میکردم. با که شرکت های مهاجرتی مثل وانکی ویزا کار کردم، من باشون مصاحبه داشتم، باشون صحبت کردم. با شرکت تیوان کیهان من در واقع صحبت داشتم که اینا هم کمکم کردن که بتونم این اطلاعات رو در بیارم. حالا مثلا ویژگی های منفی کشور آمریکا رو بخوام بگم: هزینه زندگی خیلی بالایی داره، سیستم هلسکیرش، سیستم سلامتش یکم پیچیده هستش، یعنی شما باید حتما بیمه باشین که بتونین از خدمات درمانی استفاده کنین، در غیر این صورت بدبخت میشین. تو به صورت واضح بخوام بگم واقعا بدبخت میشین. توی کشور آمریکا طبق تحقیقاتی که من انجام دادم سیستم سلامتشون خیلی هزینه‌اش بالاست و باید حتما بیمه داشته باشین که بتونین به راحتی از این خدمات استفاده کنین. حالا موارد دیگه هم هستش که من اینجا اشاره نمی کنم. بعد اومدم گفتم که which states، کدوم استیت ها رو میخوام برم. حالا مثلا استیت ها رو مشخص کردیم که اینجا من اگه بخوام نشون بدم استیت هایی که واسه مهاجرت انتخاب کرده بودم اینا بودن. استیت های آبی هزینه نسبتا نرمالی دارن واسه زندگی و استیت های سبز کاملا ارزون هستن و من اینا رو انتخاب کرده بودم واسه مهاجرت. و دلیل اینکه اینا رو انتخاب کردم این بود که اینا رشته انیمیشن هست توی این در واقع ایالت هایی که من اینجا در آوردم. و مسئله ای که هست، من هدفم اینه که با همسرم در واقع مهاجرت کنیم و برای اینکه این اتفاق بیفته ایشون هم قراره که رشته هنری شیشه رو مطالعه کنن و تحصیل کنن و به خاطر همین مسئله‌ای که اینجا پیش میاد اینه که کدوم ایالت ها هم انیمیشن دارن و هم رشته شیشه رو دارن و اینجا این گزینه نهایی واسه ما در میاد که کالیفرنیا، راچستر، مریلند، رودایلند، ایلینویز، پنسیلوانیا، واشنگتن، اوهایو و تگزاس هستن که این دو رشته رو همزمان با هم دارن و این میشه ایالت هایی که من در آوردم. حالا توضیح میدم چجوری این ایالت ها رو در آوردیم. بعد این کدوم دانشگاه توی اون ایالت هستش که این رشته ها رو داره اونا رو باید در بیاریم که یه لیست جدا توی من
نرم افزار نامبرز اپل این کار رو انجام دادم و یه لیست از دانشگاه هایی که انیمیشن و شیشه دارن رو در آوردم و اونجا هست، اونم در آینده بهتون نشون میدم. و اون دانشگاهی که من انتخاب کردم آیا فاند بهم میده یا نمیده، این هم مهم هستش که اینجا بهش اشاره شده. و در نهایت بعد اینکه من فاندم رو گرفتم چه هزینه‌های دیگه‌ای برای زندگی خواهم داشت. آیا من فول فاند هستم؟ اگه فول فاند هستم هزینه مثلا، آیا مثلا هزینه خونه، اجاره خونه رو با خودم یا از فاندم میتونم بدم؟ هلند و اتریش و استرالیا هم گزینه‌های بعدیمون هستن که دقیقا همین سوالاتی که واسه آمریکا هستش رو در واقع اینجا آوردم. توی موانعی که هستش برای من واسه مهاجرت اینجا آوردم. اولش اینه که ازدواج کنم. ازدواج مانعی هستش که من نیاز دارم اینو ردش کنم و چون میخوام با همسرم همزمان با هم مهاجرت کنیم این باید حل بشه. این یه مانعی هست روبروی من و من این رو باید حل کنم. و مشکلات مالی که دارم و خواهم داشت اینا رو نوشتم. بعد محلی برای سکونتم که توی کشور مقصد باید پیدا کنم یک مانعی هست برای من و تافل برای من یک مانعی هست همین الان، چون مدرکش رو همین الان ندارم و تا 2 ماه آینده قراره که این مدرک رو به دست بیارم. ولی همین الان واسه من یه مانعی هستش که اجازه نمیده واسه دانشگاه های مقصد اپلای کنم. اینا یک نقشه ذهنی من هستش که واسه خودم چیدم. شما هم میتونید مثل همین یه نقشه ذهنی واسه خودتون نسبت به نیازهای خودتون بچینید. این نقشه ذهنی کمک کننده به این هستش که ذهنتون باز میشه، میبینین آقا من این مشکلات رو دارم، با چه روشی میتونم این مشکل رو حل کنم، با چه روشی میتونم مثلا مدرک تافلم رو بگیرم، با چه روشی میتونم مثلا هزینه مثلا سفارت رو در بیارم که میخوام ویزا بگیرم. این نقشه ذهنی بهتون خیلی میتونه کمک کننده باشه. حالا من در مورد این که چطوری تونستم این ایالت ها رو در بیارم، چطوری تونستم شهرها رو در بیارم و اینها یه توضیح مختصر بدم و توی ویدیوی بعدی کاملا اینو واضح شرح میدم که چجوری روند انجام شده. برای اینکه من بتونم شهرها و ایالت‌های کم خرج و کم هزینه آمریکا رو در بیارم یا هر کشور دیگه، هیچ تفاوتی نمیکنه. از نرم افزار چت جی پی تی، از هوش مصنوعی چت جی پی تی استفاده کردم، نرم افزار اوپن ای آی که اینجا نرم افزارش رو هم می‌بینید، ولی چون من فیلتر شکن ندارم طبیعتا این باز نخواهد شد برای من و ساینینم رو هم فیل کرد. به هر حال من از نرم افزار چت جی پی تی واسه این کار استفاده کردم. ازش سوال پرسیدم که کدوم ایالت‌ها کم هزینه هستن، کدوم ایالت‌ها نرم افزار رشته انیمیشن رو دارن. سوالاتی بوده که از چت جی پی تی پرسیدم و جوابش رو گرفتم و توی یک فایل اکسل جاگذاری کردم که توی ویدیوی بعدی این رو کاملا بهتون در واقع توضیح میدم و شرح میدم که چجوری میتونید از چت جی پی تی استفاده کنیم برای آسانسازی روند مهاجرتتون. خیلی خوشحال شدم که با من همراه بودین و ممنون میشم که پیگیر ویدیوهای من باشین و اگه خوشتون بیاد ممنون میشم که سابسکرایب کنید و کانال من رو به کسان دیگه‌ای که دوست دارن مهاجرت کنن و نمیدونن چطوری و از کجا شروع کنن معرفی کنین که با هم این روند مهاجرت رو پیش ببریم و به هدفهایی که دوست داریم در واقع دست پیدا کنیم. بدرود.